کجا شد این آدم؟ باید کیها می آمد. کی رو انتظاری؟ با من میگویی یا نه؟ به انصاف رو. به انصاف؟ این چه نام است؟ نامی عجایب. بله نامش عجیب است، اما کارش رو نقض میداند. دقت کن، این آدم به دیگر رو مانند نیست. یگون کاری خطا نکنی، فهمو؟ نه، چی کاری خطا میکردم؟ همین کس باشد. آمد. سلام اکر. سلام. این کس کیه؟ شناس شوید. جانان. سلام. من نمیدونستم که اینقدر دوگانه های زیبا داشته ای. از پس کار. لازم می شود. خیر چیکار میکنید؟ گل رو همه چیز رو میداند. چیزی که به شما لازم می شود در داخل این خلطه است. فهمو اکر. خیر از پس کار شوید. بیرفتیم. یکم وقتی خوراک خوریم چیه ها؟ به من گفت؟ ها به تو گفت. به فکرم با او مخول شدی. البته با کمال میل خیلی خرسند شدم. دیگر علاج نداری. میگویی یا نه؟ در خانه یک زن است، همان را باید بینیم. برای چی؟ او رو میکشیم؟ این را گیر. نمیدانم، این را به سرت پوش. تیاری؟ ها تیارم. شد رفتیم. الو نشاد بابا، ما تیاریم. در اینجا آسایشی برکمار. فهمو به انصاف تو با انبارخانه رو امانت ها رو فرستان. گروه یک رو من حل میکنم. بلش من برابر اومدم. حاضر می آیم. کی باشد در این وقتی روز؟ حاضر می آیم. حاضر. آمدم. مادر جون شما کیستید؟ درو با من گوش کن. نامی من فاطمه، من دختری بحری سیاهم. از شما نمیترسم. بابا انا این شپاتی مشوری من. اگر خودی حاضر سری هر دوتا رو نکافانم، نامی من فاطمه نه. با من نگاه کن. آرام شد، نباشد پشیمان میشوید. یعنی برام دیدم؟ فکر بکنی من از تپانچه تو میترسم؟ جانم چه نگاه کرده ایستاده ای؟ کمک کن. ساده زنگ بگیرم.
рафиқон, Аббос Маҷидро бо душманон таслим накардем. Ҳамаатонро табрик мекунам. ташаккур. ба ғайр аз ин ӯ бо мо суҳбат кард. ба мо ягон чизи муҳим гуфт? бале, чӣ тавре ки медонед, мақсади онҳо Туркияро ҳамчун давлати террористӣ нишон дода беэътибор кардан аст. барои ҳамин бо баъзе гурӯҳҳои террористӣ ҳамкорӣ доранд. ҳоло чӣ мақсад доранд? як мошин бомбаро ба як гурӯҳи террористӣ ки дар шарқи миёна фаъол аст месупоранд. ва ҳама ин айби мо мешавад. албатта ҳамин хел мешавад. агар ба он бомбаҳо ягон ҳуҷум кунанд, тамошобоб мешавад. туркия ба террор ёрӣ мерасонад. туркия ба мухолифони сурия ёрдам мекунад. ҳама ҳамин гуна фикр мекунанд. пешинро гирифтан лозим. бинобар ин вазифаи мо ба даст овардани ин мошини бомбадор аст. сардор набошад чаро мо инҷо нишастаем? гӯш мекунам. چی خیر برادر؟ چی نمیگری؟ تو کیستی؟ مرا زود فراموش کردی هنجوره؟ каниёбеддин кист? چی میخواهی دردی سر؟ هدیه مرا قبول کردی؟ احتمالاً سخنش رو گوش کرده باشی. با من بازی کردی؟ تو پس دادی؟ من با دروازه خالی گل زدم. چی حیرون میشوی؟ گبزن باز چی میخواهی؟ ба хайр бошад. бояд сардор аз боло занг мезанам ба фикрам. намедонам. касе ки набошад ба сардор маъқул нашуд. آواز تلفن رو بلند کن. همه همکارانت مرا شنوند. مرحمت، تو رو گوش میکنیم. این کیست؟ با زمان دردی سرمون. بخیر است انشالله. رفیقان، آدم از بسیار چیز میترسد. علال خصوص از آن شخصانی که دوستشان میدارم و آنها یگان ضرر نرسد گفته میترسند. اگر دوست دارید عاجزید. دوستداری عاجز است. آدم را به قوت میکند. دست و پایش را میبندد. ин чӣ сафсата гуфта истод аст? این آدم دیوانه است. як дақиқа. با همین سبب من کسی را دوست نداشتم. از این سبب پرقوتم. عارف، آیا تو کسی را دوست داشته ای؟ تو چی کارلوس؟ دوست داشتی یا نه؟ با سر چی بلاها آمد؟ افسوس. بالتا تو مثل کوه پهلوانی، نوترس دلیر. اما فاطمه باشد حاضر در خانه تنها. اگر بابای یگان کار شود آن مرد پهلوان جسور با یک گریانچک فیسینو بدل میگردد. او چی ها میگوید؟ من او را میکشم. آرام شو. بالتا آرام شو. تو چی ها میگوید؟ فاطمه را به حالش گذار. با او چیکار کردی گبزن؟ این آدم کی باشد؟ از کجا میدانم؟
فاطمه جواب ده. در کجای جانم؟ چی شد؟ جواب نمیدید. این آدم کش با فاطمه چیکار کرد؟ همینش کم بود. من در اینجا کدام گروه را میفرستانی؟ شاهین ظریف بولتر رو تنها نگذار. خوب شد از دکن خودتون را احتیاط کنه. شد فهمیدیم. چیزی که فهمیدیم تو کسی را دوست نمیداری. یگان احساساتی هم در تو نیست و از کنده فرقی هم نداری. آرام شو عارف. کنده نگو. مرا نرنجان. چی فکر میکنی که ما از تو میترسیم ها؟ فکر میکنی که از تو میترسیم؟ نه از من ترسیدن لازم نیست. در آغاز سخنم هم گفته بودم آدم از دوست داشتهش میترسد، نه از اون نفرت میکند. نفرت آور است. عارف کنی بگو تو کی رو دوست میداری؟ صبر کن. با فکرم میدونم وای هم میدوند که تو رو دوست میداری. دوست داشتن عاجز بودن است. این رو فراموش نکن. انا بی‌شرف. همینش کم بود. سردار ماشین بمبدار براه برآمد. فهمو. عارف خود را به دست گیر. زود برابر آید. ماشین را دستگیر کردن لازم است. رفتیم. هم جواب نمیدید. اگر با فاطمه کارشان دیوانه میشم. خدا نگه دارد. این خیلی روی بد نکن برادر. همین صبر کن. راه را خالی کن. راه را خالی کن گفتم. شد ظریف آرام شو. راه را آزاد کن. با کی میگویم؟ تبر رو به سنگ زدیم. خدا چی کاری کردگیم بود؟ زنگ زده خبر دیم. همش رو میفهم. اگر خبر ندیم مبادا گل رو به این زن ضرر رسوند. اف خدایا به من یاری ده. شاید به شاهین زنگ زنم. جانان در کجایی؟ آمدم. آمدیم. کمی صبر کن. ای وای اینها از کجا آگاه شدن؟ همشون آمدن. گلرو زود باید این خانه را ترک کنیم. آمدن تعییناتی مخصوص. تو چی ها میگویی؟ جای ما را از کجا رفتن؟ من از کجا میدونم؟ بیا تستر رویم از اینجا. زود شد رفتیم. فاطمه در خانه این در رو شو. ینگه ما رو میشنوی. یک طرف سید. فاطمه در کجایی؟ کسی نیست. دیوانه میشم. در کجایی فاطمه؟ من خانه های دیگر رو میبینم. من حجره های دیگر را تفتیش میکنم. رفتیم. زود دست میگریزیم. فاطمه
فاطمه تو چطور؟ خدایا ینگه نغز هستی؟ شاهین بیا ینگه را یافته. حاضر می آیم. ایستا ظریف میگریزن. دور رو نگاه کن. من حاضر. فاطمه خوبی فاطمه. ایستا میگویم. دستک به این طرف. جانو با تو چی شد؟ پایم لط بود. سخت درد دارد. تو رفتن گیر. خدا میگریزن ظریف. من اون را دستگیر میکنم. بابا من به انبار آمدم. ماشین را میبرارم. فهما شد بابا میلش. چون عقاب در پروازم. خلاصت به انصافان. حرکت نکن. دستانت را بالا کن. سلاحت را پرتا. آیسته به طرف من گرد. و نقابت را کش. تو میگویم جانان اگر مردن نخواهید گریزید. پراکنده شوید. پراکنده. زودتر. تو چیکار کرده ایستاده ای؟ تو بعضی چیزها رو نمیدونی شاهین. خانه ای که تو در آمدی خانه بالته است. و زن همسری بالته است. نمیدونستم. قسم میخورم که نمیدونستم. چی خیل توانستی؟ چی خیل؟ به من گوش کن. همش رو به تو نقل میکنم. لیکن حاضر باید روم. به من اجازت ده. شاهین در کجایی؟ دهانت رو نکشو. اکم باید نفهمد. التماس به من یاری ده شاهین. افسوس من این را کرده نمیتوانم. راحت به آخر رسید جان. التماس
خواهش میکنم. شاهین کجا گم شدی آخر؟ من این دختر را دستگیر کردم. مرا سرده. خاموش باش. شاهین رفته. شاهین ایستو، این کار رو نکن. چیزی رو که من به تو نقل میکنم باید باور کنی. دروغ نمیگویم. من پلیس از امنیت. من هم در ارتش ملی کار میکنم. راست میگویم. با من باور کن. قسم میخورم وظیفه من به این گروه داخل شدن است. همش رو نقل میکنم. التماس گروه و اکم مرا نبینن. التماس. افسانه این نقص گفتی، اما من به تو باور نمیکنم. مدیری شعبه ما جناب اورهان از آن کس پرس. دیگر وقت ندارم. اورهان به تو همش رو میفهماند. شاهین مهنت یک ساله مرا برباد نده. التماس من بروم. به من باور کن. شاهین قربانت شوم. یک آوازت را بلند کن آخر. التماس خواهش میکنم. التماس سرده روم. آنها خیلی زیادن. شغالان بسیار باشند هیچ باقی نیست. دوشر برای همه‌شان بس است. یا بسم الله. بجنبد او همه را کشت. از کجا پروانه سازد یا بس اکا دیده نمی شود. یا بد گفتم به شما. یا بد یا بد. نجنبید. به همه تو نشان میدیم. من به شما گفته بودم که نجنبید. شاهین خدایا توبه. این آدم کجا گم شد؟ التماس خواهش میکنم. گوش کن، اگر دروغ گویی دفعه آینده از من خلاص نمیشه. شد. دروغ نمیگویم. قسم میخورم به تو که اثبات میکنم. تو سری مرا به درد در آوردی. تو این رو میدونی؟ میدونم. به چشمانم نگاه بکن. بگو مگر من دروغ گفتم میتوانم؟ بگو شاهین. در حیاتم چنین چشمانی زیبا را ندیدم. شاهین رفت. زودتر باش. کاری میکنم که ظریف نفهم. این کاری خیرت را هیچگاه فراموش نمیکنم. خیر تو رفت. ای خدا، در کجایی آشنا؟ 1 ساعت شد که تو رو میکردی. از پس دختر دویم بودم اما او گریخت. این خواهر باشد گریخته نتوانست. ای فاشیستون سر دهد مرا. برادر اینها فقط فاشیست میگویند. این چی معنی داشته باشد؟ یعنی به معنای یعنی چی؟ یعنی این که مهم نیست. خیر در نظارت خانه صحبت میکنیم. با ما معنای فاشیست رو فهمانده میدی. یعنی رفتیم راگرد. بدون را یک کسی قدر آدم کشته. اکا او نشانزن است.
رون زورا نباشد من شما را میپرانم. اکا با من یوردی. مایلش یادم میگیرم میکشمت وگرنه ما را میفروشی. اکا با پیرم نشاندن مرد. آفرین به انصافا. یوردی این آدم دیوانه بوده است. طاقت کن کارلوس، طاقت. سرم رو برداشته نمیتوانم، پرانده هم نمیتوانم. سه دو یک. ما رسیدیم کارلوس، ما رسیدیم. صبر کن. آماده. زودتر باشد نباشه راه میگریزند. آخر در اینجا هیچ کس نیست کو؟ چی خیلی نیست؟ آن همین خیل کسی نیست؟ یا خدایا کجا شدن اینها؟ یک تاش با من 500 تیر پران. خدایا خداوندا، خدایا خداوندا. چی شد؟ آنها کجا شدند؟ دیر کرده دایشگو. آدمان مهم نه، ماشین ها در کجا باشند؟ همش همینجا، برو هم در داخلشون. بسیار خوب، شکر خدا. کاری خوب رو به انجام دادیم. بله. نشاد بابا بدام افتاده. تو چی ها گفته ایستاده ای؟ ماشین ها رو هم از دست داده. گروهشون به دو قسط تقسیم شده است. آنها خیلی زودند. الی ما به کار نامد. تو چی ها گفته ایستاده ای؟ گفتنی که همه بارها رو از دست دادم. صد افسود بابا. شد فهما آمدن گیر. من خودم علاجش رو میابم. خداوند جزایتان را دهد. فاطمه تو خوبی؟ خوبم. گو چی بلاها را ندیدم. این حادثه ضرر نرسانده میخلی؟ ضرر نرسان لیکن اکنون میترسم. نترس، من همیشه در برت میشوم. هیچ کس به تو آسیب رسانده نمیتواند. سلام علیکم. ینگه فاطمه به این دختر دست نرسان. نه شاهین نه، نمیرسم. با اون نگاه کنید، دخترکی جوان. اگر پدر و مادرش بینند دلتنگ میشوند. ای بس، خدا هدایت کند وگرنه از بدی این خلها ما را محافظت کند. آمین. راگر اینجا بیا. تو بیا اینجا شینی. بیا. تو مرا شناختی یا نه؟ من اکی جانان میشوم. شناختم. بدانجیگاه آمده بودی. اکنون گپ زن. خواهر من کجاست؟
با تو یک کلمه گپ هم نمیزنم. اگر سن نمیذاری دهان و بینیت رو میشکستم. این کارو نکن. خدایا با من صبرتو کن. خدای جون. لبایک یوریف یگان ناخوشی روی داد؟ نه، در وقتش رسیده آمدیم. شما چیکار کردید؟ ماشین ها را گرفتیم. بارکالله اکا. تشکر. بدتر زنگ میزنم دادرم. فاطمه نغز بوده است. خدا را شکر. شاید میخواستن فقط ترسونن. شاید به ما یگان چیزی رو فهموندنی بود. اکای کارلوس، یک دقیقه شما رو ممکن؟ البته برادر. اون شخص گفت که دوست داشتن عاجز بوده است. نمیدانم. ممکن سخنش راست باشد. چه خیلی؟ با فکر اون روزی؟ وابسته از وضعیت. این را بین قوت در دست و پایمان نماند. و من این سخن هیچ معقول نیست. خواه معقول باشد، خواه نه، و درست میگوید. عارف، با تو گپ دارم. گپ زن. چیزی که تو حاضر گفتی جدی بود؟ مگر از حالاتم معلوم نیست؟ عارف، با تو چی شد؟ چیزی نشده است. نه، تو امروز دیگر خلاستی. سخنهایت، حرکتهایت عجیب است. امروز با پای چپ از خواب خستم. عارف، مرا نرنجان التماس. جان تو را سوزاندن میخواهند. جان او میسوزد. بعد تو هم میسوزی. نیایی شکل نرنج. نرنج. عارف، باز یک مسئله دیگر هست. چی؟ من دیگر شبه ندارم که پدری من زنده است. او را مییابم. یک روز نه یک روز البته مییابم. و من کمک میرسونم. آی شکل مرا به این کار همراه نکن. با تو چی شده؟ تو را هیچ فهمیده نمیتوانم. اگر در دلت یگان گپ باشد روی روز گپ زن. چی شد؟ یا که سردار یگان گپ گفت؟ عارف، مرا دیوانه مکن. نه، یگان گپی نگفته. چرا نمیفهمی؟ از سحر یگان سخن نگفتی. حتی با من سلام هم ندادی. چرا از من خود را کنار میگیری؟ آخر من چه گناه کردم؟ گناهی نداری. بای شگل، نگاه کن. تو در حقیقت آدمی خوبی، اما من از حیات مشترکمان یگان امیدی ندارم. اگر این خیل باشد چرا با گلدسته در پشت درم انتظار می شدی؟ اون سخنانی گفته چی معنا داشت؟ اشتباه من بود. حالا سخنم با آخر نرسیده است. سردار، با اینها چی شده؟ هر دوی اینها به جنجال گشتن نمیتوانند. سردارم، نباشد من روم گرد و اطراف را تفتیش بکنم. چه خطا بود عارف؟ تو مرا نمیفهمی آی شگل. ما به یکدیگر تنها خلل میرسانیم و خلاص. چه خیر؟ در این تشکیلات احساسات من نبود مگر؟ عاشق شدن، دوست داشتن من نبود مگر؟ همه این اکنون به خاطرت آمد؟ بله، حاضر به یادم آمد. چی شد؟ به سرت خیش افتاد مگر؟ نه، احوال بالتا را ندیدی مگر؟ امروز بالتا، پگاه ظریف، روز دیگر من یا تو. ما در زیر باران تیر زندگی داریم. اگر پگاه مرا کشند احوال تو چی می شود؟ از این بدترش اگر به تو یگان حادثه روی دهد من چیکار میکنم؟
ما این راه رو خودمون انتخاب نکرده ایم آریان. یا میترسی؟ از مردن تو میترسی؟ چرا میگویی؟ نخواد من از مردن ترسم؟ من تنها از گم کردن آدمان دوست داشتم میترسم. از این همه میترسم. راست میگویی؟ اما من بار دوست داشتم را گم کردم. من هم پدرم را گم کردم. بلش شد، بس است. دیگر گپ زدن نمیخواهم. بس است اکنون. چی شد با شما؟ هیچ چیز نشده است سردار. برای چی داد میزنید؟ هم تو یکون چیز مهمی نیست. ماشین ها دارم با اجازت شما. عارف کجا میروی؟ کار دارم. من تو رو در خصوص عارف احتیاط گفته بودم یا نه؟ بله دریا دارم، لیکن این فرمانتون رو بجا نمیکنم. ینگه فاطمه، کسی مثل تو آشی با ماهی پختن نمیتواند. تو چرا نمیخوری؟ اکا من آشی به ماهی میخورم. خدایا آشی به ماهی میخورم. تو برادر از این لذت بیخبر هستی. بیامون زودتر تیار شوید و میخوریم. فاطمه ینگه، از گرسنگی مردیم. ینگه در حقیقت گرسنه ماندیم. نباشد یک دو کوفته خور؟ نه مجبور نکنید، خواهش میکنم. گیر اکا من یک بار از این چیز خورده بودم، قسم میخورم که مثل بمب است. از توندیش خرید میمردم. خواهش میکنم مرا مجبور نکنید. من این خوراک را با یگان کس تفسیر نمیدیم. فهمیدید؟ واهمه کردی. بسیار واهمه کردی. چی شد با تو؟ چی شد؟ سلاحم رو بیاره. خواهش میکنم، او عذاب میکسد، او رو میکشم. به خدا من ظریفی چی بود؟ بدرونش چند انداخته بودی؟ بسیار واهمه کردیدن جوره جان. کمی وزنی شو برادر. ایها کمتر گیر. این چیز برادر. گوش کنید، یک گپ میگفتم لیکن بیادبی میشود. والتر برادر عزیزم، نشنیدم نگویی. قسم میخورم اگر با اون آتش رسد میترکد. آش شود برادر. همه با زمین. ناز نون قدم تیز نیه. به وی نگاه کن. تو چخیل آدمی ها؟ میترسم که یه روز در مغز نان ترتیل مانده بید. اکای ظریف شوخی نه، یکون روز ما را هم میخورد. شوهر این همجا در پیش در باید گپ زدم. درونی خمیر تیزی گذاشتیم و همه خوردن. شاهین بخیر است، پیامک اومد. مان کارلس، شاهین جوان زیبا، دختران دوستش میدارن. با او پیام نفرستن، با کی میفرستن؟ برادرم، من باید برآمده به یک زنگ زنم. با من نگاه کن، در نماناش تیار. مالش بعد از 5 دقیقه برمیگردم.
شاهین به این طرف بیو. آش هم آمد. یک طرف گذار اینها را. مرحبا. همه تورات دارد. با این قربانی نکو. تو چی میگوی برادر؟ این ماهی ها هم گوسفندان دریایی هستند. شاهین کجا شدن؟ با تلفن گپ میزنم، من جیغ تو چی میزنم. دارم؟ من خودم جیغ میزنم. مایلش مولا باشه سر نمیکن. سر نکن انتظار شو. بازیر نکن. انتظار شو. زودتر باشه من کورس درام نمونده. میام. زود میای. در این دنیا از همه عذابی وزن چیست میدانی ملا؟ گپ زنید ما هم فهمیم رئیس. سخن گوش کردن، خصوصا سخنی کلان سالان را به نفس آدم میرسن. درست، اما آخر من به فرمان دلم. کی دل به فرمان من است رئیس. هر کس باید از خانه دل گپ گذرانده تواند. باز به زنگ من جواب نمیدهد. فکر میکند که من جای او رو نمیدونم. همه چیز برباد رفت. این خانم از کجا برآمده؟ تو را گوش میکنم. حالا هم از من رنجیده ای؟ بله. من به تو کمتر گپ داشتم. شاهین زود از اینجا برو. زودتر. فهما شد. مالش شاهین یک دقیقه. تو کجا شدی؟ خوراک تیار، همه تو را انتظار. عیب می شود. مالش شما سر کردن گیرید. من زود می آیم. مالش ها چی گفتی ایستاده بوده؟ ها آها شاهین بیو کمتر دورتر رفته گپ زنیم بسیار نغز می شود. التماس این کار رو بینیده؟ این چهر مرد باشد؟ در یک روز 180 درجه دیگر شد. عیب است آخر. اگر مرد باشه روی روز گپ زن. چی بهونه میجویی؟ الو رئیس، بطریش تمام شد. بلازنم. شکر نآوردید رئیس. من رفته شکر میارم. شام بخیر.
با فکرم رئیس شما هستید. ها رئیس منم. میبخشید شما عریف رو ندیدید. خوب هستید؟ و شما سوال دادم. این احوال را بینند. همینها را یک بار تازه کنند نمی شود؟ در کجا باشد؟ این آی شکل نیست؟ رسمش در اینجا از کجا پیدا شده باشد؟ مگر تا این دم چرا با من نگفتی جانان؟ تو هم با هیچ کس نگفتی که در تعییناتی مخصوص کار میکنی. این کار باید همین طور شود. بله راست میگی. خیر نقل کن. چخیر این کار را سر کردی؟ چرا این کسبی خطرناک را انتخاب کردی؟ اگر وعده دهی که به هیچ کس نمیگویی میفهمونم. به هیچ کس نمیگویم. وعده میدیم. من این آدم رو میجویم. این آدم کیست؟ این قاتل دوست داشته من است. میبخشید به فکر من شما رو تشویش دادم. نه چرا این طب میگوید؟ خورسند کردید. ملای مرا میپرسید. مولا؟ یعنی عریفه. شما او رو مولا میگویید؟ ها نامی درست یافته‌اید. مرحمت کنید. تشکر. شما همینجا باشید، من او را جر میزنم. این چی مانی دارد؟ آقای شکل با رئیس چی ارتباطی داشته باشد؟ مولا یک مهمان آمد. مهمان؟ بله. کی باشد؟ بیا خودت ببین. چی شد به تو؟ نه چیزی نشده است. ما در دانشگاه شناس شده بودیم. یکدیگر رو دوست می داشتیم. او از شعبه امنیت بود و یک وظیفه رفت. مدتی جدا بودیم. روزی تلفن زنگ زد. او را کشتند. جسدش را به قوطی پرتو پرتوفتند.
از آنجا برگشتنش نیتی خانه دار شدن داشتی. ولی افسوس به آرزوهای شیرین نمونه رسیدی. میبخشی. خداوند رحمتش کند. آمین. لبیک. فهمه آمدم. جانان مرا انتظارند. شاهین خیلیت که تو هستی. مرا محافظت کرد، یاری رساندی. اکنون سری مرا میدانی، از این بعد رفیق هستیم. مایلش گفتی تو شود رفیق میشویم. شگل در اینجا چیکار میکنی؟ این رو بینید. مهمان رو همین خیلی پشواز میگیری و تا همین خیلی یاد داده بودم مگر؟ من به مهمان نوازی و عادت کردم. او رو دیدم ولی خبر دادن نتوانستم. هیچ گپ نی. دیگر خلال نرسان. استوری یک پیاله گرفته بیا. مایلش میارم. میبخشید نامتان را نگفتید. میبخشید نام من آیشه گل است. به من نگاه کنید. کسی که من به عسکران آتش نمیکشویم. عسکران جان من حسن میگفته که باشد یک قدم پیش براید. اینها از من هم به انصافتر برآمدن. حاضر کپیتنی که باید کشم بیاید. در نزدش کسی که نباشد نوبس از رتبهش به آن دنیا فرستاند. فهمیدید؟ فهمیده. آفرین به انصافان. عذر که در این شبانگاه شما رو تشویش دادم. میخواستم با عارف صحبت کنم. وقتهای آخر از من میگریزد. ملای ما این طور نمی کند. نه رئیس، از کسی نگریختم. ملا نمی گریزد. شما یک جا کار میکنید؟ بله. یعنی رفیق هستید؟ دوستی کردن دشوار است. از نین است. انسان برای دوستش شده و دشواری ها طاقت می کند. از همه دشوارش باشد.
دوست دور شدن است. میدانید حضرت ابوبکر صدیق و پیغمبرمان به راه برآمدند. لطفاً نقل کنید رئیس. در مکه مشرکین قصد حیات پیغمبرمان کرده بودند. پیغمبرمان به جای خودش حضرت علی را خواباند. حضرت ابوبکر را همراه انتخاب کرد. وی در طول حیاتش یک لحظه از پیغمبرمان دور نشده بود. وی تنها از یک چیز میترسید که مبادا به دوستش که از جانش بیشتر دوست می‌داشت ضرری نرسد. مادر جان، کاپیتانمون در نظم است. من به شما دیرتر زنگ میزنم. شما خفه نشوید مایلش. من به شما دیرتر زنگ میزنم. مادر جان، بعد از 3 روز میآید. مایلش مادر جان، بعد صحبت میکنیم. من حاضر در سر وظیفه هم هستم. ای خدایا چیکار کنم؟ کاپیتان، مادرم التماس میکند که با شما گپ زند. میگویم خفه میشود. از شما خواهش میکنم با او یک گپ بزدید. خواهش میکنم. بده مادری تو مادری من حساب مییابد. مرحمت کاپیتان. مادر جان السلام. من کاپیتان الپرین، کاپیتان فرزندتون هستم. هیچ خواطر نشوید. پسرتون را صحت و سلامت به نزدتون میفرستانم انشالله. خیر مادر جان، خیر. و توی پسرتون هم میایم نصیب باشد. خواطر نشوید، وعده میدیم. در مدت کوتاه‌ترین با فرزندتون وام میخوریم. مایلش مادر جان، سلامت باشید، سلامت باشید. دو جوره جانی از تعقیب مشرکین خلاص شده به غار ثور می درآید. اولین شده حضرت ابوبکر به غار می درآید. گرد و اطراف تازه می کند. گرد و گرد غار سوراخی ها را می بیند. لباسش را پاره پاره کرده سوراخی ها را یک یک محکم می کند. و یک سوراخ لباسش نمی رسد. آن را هم به پایش محکم می کند. تنها بعد از آن که از بیخطری غار دلپور می شود پیغمبرمان را به داخل دعوت می کند. سرش را به زانوی ابوبکر صدیق می گذارد. به این منظره نگاه کنید. سلطان دو جهان پیغمبرمان به حضور و اتمام سر به زانوی دوستش. یا الله، خوابی ابوبکر صدیق نمیبرد. دایم نظرش به گرد و اطراف غار پشه پر زند از او پنهان نمیماند. مبادا یگان چیز به پیغمبرمان خلل نرساند. سحری بر وقت پایش به درد می درآید. ماری که در سوراخی پنهان شده بود از پای حضرت ابوبکر گزیده بود. مار؟ بله. آمده ایستادن. تیار باشید شیر بچه ها.
چی حادثه روی داد سرباز؟ رفیق کاپیتان ماشینمون ویران شد. خیرت که شما آمدید. در این وقت شب به کجا روانه بودید؟ ما امشب نمبندر هستیم. رفیقان بیایید یاری دیم در راه ماندن. حاضر حل میکنیم. این چی گپه؟ شما کیستید؟ کاپیتان مبادا یگان حرکتی به جا نکنی. همه این چی معنی دارد؟ شما کیستید؟ مرا به انصاف میگویم دستانتون را بردارید. نه اینطور نه. جان ابوبکر صدیق میسوزد ولی او حرکت نمیکند تا پیغمبرمان بیدار نشود. اما درد زوری میکند. از چشمانش آبی دیده جاری میشود. نام این را عشق میگوید. عشق. کاپیتان به عسکران بگو اگر با تو بود به خانه هاشان برگشتن نباشند سلاحشان را پرت آیند. قهرمانی دیگر فایده ندارد. بچه ها شد آرام شوید. نرس از ما چی میخواهید؟ ما میدانیم که تو حاضر با گرفتن ماشین هایی که گروه یک از ما گرفته بود رفته استاده ای. شما این را از کجا میدونید؟ این اشکاری درست از یعنی که نه. درست از یعنی کاری تو چیست؟ خیل نگو وای باری ماست. از تو خواهیش بمبه ها را گرفته به ما ده. دیگر چیزی نمیخواهیم. سرم را میدیم لیکن ماشین را نه. آدم کشون خدا میدوند آنها را بکی میدید. گوش کن کاپیتان من آدمی عصبیم. عصبم را ویران نکن. خدا جزایتون را دید. ای بس کران رحم کن. به این بچه ها دست نمیرسانی. بچه ها شما برای کاپیتان میخدرید به این چی میگوید؟ کاپیتان رو سرده چیزی میکنی با کن آدم. باران تو خاموش ایستاد. تباق حیفی تباق حیفی تباق حیفی تباق تورتون تباق چیست؟ اسماعیل برادرمون را بچه ها سرده بگویم برادرمون را سرده. حیوان نابکاران میبیاری یا نه؟ او را کشتن حیوانی بشرم. خدا جزایتون را میدید. این جواب سوال من نه. سرده نابکاران سرده چیکار کرده ایستادم اینا. آبی دیده بر روی مبارک پیغمبرمان میچکد. پیغمبرمان چشمانشان را میکشاید. چه شده ای ابوبکر؟ ابوبکر حادثه را نقل میکند. پایم را مار گزید میگوید. لیکن هیچ گپ نه. بعد این چی میگوید؟ دقت کنید.
پدر و مادرم فدای تو هستند ای رسول الله. فخر کائنات پیغمبرمان با آب دهانش پای دوستش را میمالد. درد پای حضرت ابوبکر میگذرد. یعنی گفتنی هستید که اگر رسول الله بیدار شوند با آب دیده بیدار میشوند؟ در قلب تو رسول الله از آب دیدت بیدار خواهد شد. الله گوش کن، ماری که نامش نفس است تو را میگزد، جانت را میسوزاند. اگر تو صبر و طاقت کنی با آب دیده با الله تعالی دعا کنی، انا همان وقت رسول الله بیدار خواهد شد. انا همان وقت نوری پیغمبرمان در دل تو بیدار خواهد شد. انا همین طور یعنی دوست داشتن از بحر خود گذشتن است. درست گفته داشتم. بعضا از سوزش دل از برای دوستانت خودت را فراموش میکنی. انا همین طور به دوستت ضرر نرسد گفته خودت را به عذاب میمانی. سلیم قربانت شوم برادرم، صبر کن سلیم. تا گپی مرا قبول نکنی از کرانت را یک یک میپرونم. چه گفتی؟ قبول نکنه کاپیتان، لازم شود هممون شهید میشویم. قبول نکنه. ایستو، با او دست نرسان. به فکرم یک دیگرتان را خیلی دوست می‌داره نه؟ اگر مرد باشی مرا پران نامرد تو. ایلاش برون برادرم خیر، برون حیوانی رزیل، من تو رو میکشم. خیر کنی یک مشتم خوردم. اکنون جوابی تو را انتظارم کاپیتان. پسرت را صحت سلامت و نظرتان میپیستانم انشاءالله. خیر مزدد خیر و توی پسر هم میایم نصیب باشد. خواطر نشد وعده میدیم در مدت کوتاه‌ترین با فرزندتان تو میخورید. کاپیتان مرا عصبی نکن.
کاپیتان حقتان را حلال کنید. اشهد ان لا اله الا الله برادرم و اشهد ان محمد عبده و رسوله. سلیم برادرم سلیم برادرم. خیر یک اسکر رفت، نوبت دیگرش. مایلش گپت رو با جا میارم، لیکن با بچه ها دست نمیرسانی. من باوری داشتم که یک دیگر رو میفهمیم. بس است، رفته. التماس شهیدمون رو گیریم. وقت نداریم، بعد حل میکنیم. رفته. سردیم برو، کجا داری؟ سردیم برو. عارف درباره شما بسیار نقل میکرد. میگفت که شما دل آدم رو خوانده میتوانید. استغفرالله. ما فقط چیزی که به یادمان میآید نقل میکنیم. اگر اجازت میدادید من باز میامدم. نوری دیده تاج سر. ملا شما را گسل میکنه. در این وقت شب یک خودتان. نه تشکر، تشویش نکشید. چه خیل تشویش آیشه گل؟ من تو را میبرم. چه خیل تشویش؟ خیر خوش باشید. من ترسیدم که شما رو میشناسد. از کجا میشناسد استورید؟ وقتی که باری اول مرا دیده بود کودک بود. حتی یک رسمم را هم ندیده است. چی به خاطرش آید؟ چقدر شخصی عجیب، ملایم، از صحبتش سیر نمیشوی. من یکم بار این خیلی حکایت نشنیده بودم. راست بگویی. چرا اینجا زندگی میکند؟ زن و فرزند ندارد مگر؟ نه ندارد، تنها منو استورید. چرا پرسیدی؟ با ماهیگیر مانند نیست. چی گفتم میخوایی؟ یعنی بسیار شخصی دانشمند. برای همین این خیلی معامله میکنی؟ چی خیلی؟ با من یکان حادثه روی دید جانت میسوزد، درست؟ از سخنان رئیس همین را فهمیدی؟ بله. درست فهمیدی. بعد از این چی می شود؟ نمیدانم آیشه گل. عارف این خیلی نمی شود. چی نمی شود؟ التماس. دردگی این کاسه نیم کاسه ای هست. الها عاقبتش بخیر شود. اگر یگم کاری ناجا کردی سربازانت به هلاکت میرسند. سلام رفیقان. علیکم السلام. علیکم السلام.
برای گرفتن ماشین‌های بمبادار آمدم. کمیسر برای قبول ماشین‌ها با این ورقه امضا گذاشتن لازم. نامناسبتون رو هم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران کنی این قوطی ها رو فرارید. کنی زودتر زودتر زودتر. با دقت باشید. با دقت. رحمت. با دقت باشید، احتیاط کنید. شاید تفتیش کنیم. باز یکون کمبودی نباشد. برادر چی کمبودی می شود؟ همه چیز در جایش، ما دست نرسانده. معلوم نیست، ما کارمون رو حلال میکنیم. مایلش کشاید قوطی ها را. دادرمان تفتیش کن. چهل آدم است. عصبم رو ویران کرد. کماندان چی مگر یک مشکلات است؟ نه همش نغز است. فهمم. یعنی برادران زودتر باشید. کارمون بسیار است. زودتر. یگون پای، یگون نشانه باید باشد. پدر جون در کجایید؟ میدونم که زنده اید. یک دقیقه این ماشین شناس می نماید. این نه، این هم نه، در همینجا باید باشد. انا همین، این شخص، این ماشین. باز همان ماشین. نخود پدرم همین کس باشند. اولیف. ای السلام علیکم. و علیکم السلام. رئیس در کجاست؟ سهری بر وقت به بحر رفت. حاضر باید برگرده. اینطور باشد خوب. من اسباب انجامم رو تعمیر میکنم. لبه به فکرم یافتم. اولیف، او را یافتم. و علیکم السلام. وقتی شوخی نیست. کی را یافتی؟ پدرم رو. به فکرم او رو پیدا کردم. در کجا؟ چی خیلی یافتی؟ رسم های در خانه بوده رو از نظر گذراندم. در 3-4 رسم یک نفر است. مرا پیروی کرده است. پدرم مرا پیروی کرده است. اولیف. خوب آرام شو. رویش تو دیدی؟ نغز نمی نماید. کمی دور است. لیکن ظریف کمی مهنت کند رسم رو کروانتر کرده می تواند. تو در کجایی؟ بیا بخوریم. مایلش من کمی کار دارم. در جای کار ما میخوریم. مایلش لیکن دیر نماید. خب مایلش استوری التماس از قیق ماهی ها رو خالی کن. خوب شده است رئیس. بخیر است ملا، بر وقت آمدی؟ با شما یک گپ دارم رئیس. مرحمت، گپ زن. این رسم در خانه شما از کجا پیدا شد؟ تشکر رفیق. به شما هم تشکر. این ورق ها رو ده، به سردار میفرستم. مرحمت.
рафтем бародар. нағзбозӣ кардӣ. диақлон ҳеҷ чизро пай набурдан. аз каронатро дар ҳақиқат дӯст медоштаӣ. дӯст медорам, аммо ту инро намефаҳмӣ. аз карон барои ман мисли фарзанд аст. вой вой, ҳозир гирья мекунам. раис, ба ман ҳамашро нақл кунед. аз ман чиро пинҳон мекунед? ойшагулро мешинохтаед? من تخمین کرده بودم. درست است. oyshagul دختری من است. بمب‌ها را گرفته؟ حاضر آمده ایستادند. یک تاش رو گرفتم بدتر در کار می شود. برای چی؟ آتشه سوریه رو میزنیم، بعد عیبی گیل میکنیم، سلاح ها رسمیان. همه فکر میکنن که دولت ترکیه با تروریستان یاری میدهد. دوام سخنهایم رو با تو روانه میکنم، منتظر باش. خوب شده است. نشاد بابا، دعا کنید. کاپیتان دیوانگی کرده، جان شما را باز نگیرد. اکا ماشین آمد. اوه آمد. تیار شوید، کار بسیار. شاید بینه. من تفتیش کردم. تو تفتیش کرده باشی به تو باور میکنم. که شاید گفتم. نابکاران. آفرین کاپیتان. با تو باور نداشتم اما
کار خیلی خوب کردی. من بعدم رو بچه آوردم ما رو سردی. مسخره میکنی؟ اقلان اسکرانم رو سردی. یک قرضک برای کپیتان. با یک خواهش داری اگر خواهی رفته با پلیس تسلیم شوم ها؟ تو سگ بچه میدونستم که همین طور میکنی. اسکرانی ما رو سرده نباشد هممون به هوا میپریم. منو میشنوید؟ آفرین با شما کپیتان. رئیس آیشگل 40 دختری شما می شود. به من فهمانید. خواهش میکنم نقل کنید. انا همین خیل دختری خودم. لیکن او مرا نمیداند و نمیشناسد. چرا آیشگل به شما نفرت دارد؟ شما چرا از او پنهان شده میگردید؟ این حکایت دور و دراز است ملا. من وقت دارم. گوش میکنم. او فکر میکند که سبب مرگ مادرش من هستم. اگر گناهی شما نباشد چرا با او نمیفهمانید؟ چی گویم؟ از 20 سال زیاد گذشته است. به نزدش رفتم من پدری تو من نمردم گویم. دختر چه عقلش را گم میکند؟ دخترتان به همین هم عقلش را گم کرده ایستاده است. قبر شما را کشاد. قبر خالی بود. به نزدیک دیوانه می شود. به نزدش روید و من پدری تویم گویید. همش را نقل کنید. خواهش میکنم. نمیتوانم. شما چیزی را پنهان میکنید. از من هم پنهان میکنید. میدانم. همش خوب می شود. خوب می شود رئیس. اکا ماشین آمد. مصلحت ما چی بود؟ باید در کارخانه با میکردیم. صبر کردن نتوانستم. من بید پدرم رو یافتم.
بار آخر میگویم من همه بچه ها رمند هم من هم سلاح ها در دست تویم باز چی میخواهی؟ خب از کران را سر میدیم لیکن تو هم بمبت را میپرتایی اگر بمبت کفت هممون در اینجا هلاک میشویم فهمیدی؟ راست میگویی اختیار در دست تو از کران را سر ده زود باشد کاپیتان ما به شما با یک جور نمیرویم سلسسه نگوی روید از اینجا یا یک جای میرویم یا همه در اینجا نابود میشویم بولان چیزی که گفتم به جا آورد نمیشود کاپیتان سرباز این امر من است با رفیقانت از اینجا روید زود چی؟ شما رو پرتافته رویم پسرم به مادرت وعده دادم که فرزندت صحت سلامت برمیگردد به وعده باید وفا بکنی میفهمی دف شوید روید از اینجا خیز این خیلی نمیشود میرویم خیز رفتیم سرده مرا رفتیم خیز سرده رفتیم سرده سرده میرویم از اینجا رفتیم نگاه کن عارف دیدی؟ با این رسم نگر اکنون با اینش نگاه کن باز با اینش نگاه کن انا باز یک دیو دیگر این رو دیدی؟ در بین دو رسم دو سال فرق است در جایهای گوناگون لیکن ماشین همان ماشین آن شخص در هر دو رسم به فکر من و پدری من است با این رسم ها نگاه کنید فکری شما چی رئیس؟ اون شخص در رسم نقض معلوم نیست آدم با آدم مانند میشن میگوید به فکر من تصادف است چه خیلی تصادف؟ همون یک ماشین در سه رسم و هر خیله چه خیلی شده میتواند؟ این حکمت خداست بله حکمت خدا چی به من باور نمی کنید؟ آیا من عقلم را گم کردم؟ دیوانم مگر؟ رسم ها را به ظریف می دهم کلان کرده روی این مرد را می بینم آیشه گل التجا می کنم مبالغه نکن همه این تصادف است چه خیلی می توانی مبالغه گفته؟ آیشه گل آرام شو خودت را بسیار عذاب نده آرام شو ای خدای خداوندا دیوانه می شوم تو فقط به من می گفتی که این آدمان پدرت را می پسند پدرت زنده بوده می تواند آیا قبرش رو یک جای نگفتیم قبر خالی نبود خب راست میگویی اما اگر راست گفته باشم این عکس ها هم راست میگویند برادران خیل نکنید کاپیتان رو پرتافته رفتن نمیتوانه شنیدی کو رفت گفته فرمان داد برای ما شده او جانش رو فدا میکنه تو این رو نمیفهمی ما هیچ کار کردن نمیتوانه
چی خیلی میشود؟ او را شهید میکنند. ما چی خیلی اسکر هستیم؟ چی خیلی کپیتان را پرتافته میرویم؟ پگو سرمان رو با بالش گذاشته چی خیلی خواب میکنیم؟ آیا خواب ما نبرده باشد؟ بارون چی کار کنیم؟ همه ما رفته شهید شویم. بله، اگر مرد باشه میرویم و شهید میشویم. بارون سرده ایستا، آروم شد. بارون ایستا نرسه. نرو. من نزدیک کپیتان میروم. نزدیک کپیتان میروم. گوش کن، از کرانت را سر دادم. تو نیز با عقل باش. مرا عصبی نکرده زودتر پرتا. کی میدوند با این سلاح خونی چندین آدمانی بیگناه رو میریزید. من به این راه نمیدیم. حاضر در اینجا همه نابود میشویم. شنیدید مرا؟ هممون هلاک میشویم. فهمو تو با من باور نمی کنی. با فکر تو من دیوانه شدم. سفسطه نگوی آیشه گل. از حد زیاد مبالغه میکنی. مایلش میبینیم. آیشه گل تو مرا نادرست فهمیدی. عارف دستم رو سر ده. من تو رو خیلی خوب فهمیدم. عارف آیشه گل را به حال خود گذار. پدرش را یافتن میخواهد. در اینجا یکم چیزی غیر عادی نیست. چی من یکان کاری بده کردم؟ آیشه گل اگر شما را یابد چی؟ هیچ غم نه. در هر کار خیر است. کاپیتان! 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 بنا نگاه کن. یا رفتم مرد برای جنگ کرده مثلی کاپیتان شهید میشویم یا مثلی مرغ گریخته میرویم. بعد تا آخری عمر وجدانمان عذاب خواهد داد. مایلش با تو میرویم. رفتیم زودتر میرویم. زودتر با کمکش میرویم. تستر از کران بر میگردم. ابله شما کارشون رو حل کنید. من رفتم. آنها دیوانه شدن. با آنها میگرید. این گروهیت زنده باد. ای نابکاران از اسکران چی میخواهید ها؟ من دشمنی دشمنانی از کرمان هستم. نورت بلاموزها نورت. نگذارید سلاح را به کار برند. همه‌شان را تازه کنید.
بچه ها خوب هستید؟ خوبه خوب هستید برادران؟ خوبه. قماندان در کجاست؟ او در درون است. این موشان حاجتخانه تمام نشدند. همه‌تان را میکشم. ای بوتا برازدگی خدا یک دو تا اشراب ما گذار. اکه ظریف احوال این چی میشوده باشد؟ من خدا که نمیدانم. باز یافته آمدن، اما باز در ماندن. به انصاف گریخت. قماندان کنی؟ زودتر باشید. با کاپیتان یاری دید. زودتر باشید. زودتر رفتیم. کاپیتان! 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 از دو جای زخمی شده است. تپیش دیلش چیه؟ نه نمیزند. کاپیتان! کاپیتان! کاپیتان چشمونات رو کشو. کاپیتان! و ما زود یاری تاجری فرستید برادران. خواهش میکنم کاپیتان. زود باشید. چشموناتون رو کشوید کاپیتان. زودتر فرستانید. ما انتظاریم. کاپیتان او رو تنها نگذار. کاپیتان حیف شد. کاپیتان او زنده. من گفتم که تپیش دیلش رو سنج. آتشین نشب خلال میرسد. ظریف کمک کن. کمک کن ظریف. آرام شوید برادران. آرام شوید. کاپیتان زنده. البته دودرم البته آرام شو. دادر جانکم انشالله زنده میماند. الحمدلله. خدا را شکر. الحمدلله. شکر. کاپیتان زنده.